افغانستانی زیادی داشتم. نظر خودت در مورد افغانستان چیه؟ من خیلی دوستای افغانستانی زیادی داشتم، ولی همیشه اینو باید بدونیم که ما چیزی که از افغانستان میشناسیم هزاره های افغانستانن که بیشتر میان ایران و قومیت دیگه‌شون خیلی باشون آشنایی نداریم. همونطور که بیشتر فکر می‌کنیم فارسی زبون هست. حالا میگم یعنی بیشتر شناختمون از اون هزاره هاست نه بقیه آدم‌ها. یه چیزی هم اضافه بکنم که من یه پژوهشی دارم در مورد افغانستانی‌های ساکن ایران انجام میدم، در مورد کسی که مهاجرت کردن، حالا قانونی یا غیر قانونی. چیزی که از همشون میشنوم و دردی که دارن یعنی که مظلوم ترین حالا شیعیان یا مسلمانان جهان هزاره ها هستن، چون که نه توی کشور خودشون جایگاهی دارن، امنیت دارن، نه وقتی وارد ایران میشن امنیتی دارن یا هر کشور دیگه یا خصوصا ایران، و انگار که هیچ جا سرزمینشون نیست، هیچ جایگاهی